خب سلام بچه، امیدوارم حالتون عالی باشه. بریم سراغ بررسی روز و احتمالات طلا رو با هم دیگه یه نگاهی بکنیم. بچه قبل از اینکه وارد بحث‌های تکنیکالیمون بشیم یه نگاهی به این پیوت ها و کف و سقف هایی که قیمت میزد بکنیم. ببینید کف ابتدایی اینجا زده میشد برای ما، کف بعدی میرفت این ناحیه، کف بعدی اومد این پیوت رو برای ما اینجا ساخت و کف بعدی حرکتش رو صعودی و قدرت خیلی بیشتری به نسبت کف های گذشته داشت. ببینید رفته رفته فاصله کف ها بیشتر، یعنی مسافت طی شده توسط قیمت خیلی بیشتر میشد. از اون ورم سقف ها هم به همین صورت بود، یعنی سقف می اومد اینجا برای ما زده میشد، سقف بعدی اینجا. ببینید این فاصله سقف تا این سقف گذشته خیلی بیشتره. اما الان چیزی که داریم میبینیم اینی که فاصله بین این سقف و این کف آخر، یعنی این کف و برای ما اینجاهایی که این کفی که اینجا برای ما ساخته، یه نکته به ما داره میگه که این قدرت روند صعودی میتونه به انتهاش نزدیک شده باشه. یعنی فاصله سقف ها کمتر شده، فاصله کف ها به نسبت گذشتهش کمتر شده و احتمال اینکه بخواد یک اصلاحی داشته باشیم در شارت طلا رو به ما نشون میده. اوکی، پس این منطق اولیه که از این لگ آخر صعودیمون داریم میبینیم، کف و سقف ها نزدیک به هم شدن به نسبت گذشته. خب بریم سراغ بررسیمون. بچه ها ببینید ما اینجا میتونیم چرخش های باز، یعنی این فاصله، این شادو هایی که اینجا داشته رو وقتی با هم دیگه متصل میکنیم یک فشردگی طور قیمت داره حرکت میکنه و مثل یک کانال داره عمل میکنه. حالا ببینید بچه ها، گذشته بازار یه لگ کاملا نزولی داشته برای ما که توی بخش فیبو اینم توضیح میدم بهتون. ما وقتی یه لگ کامل رو در نظر میگیریم، آخرین سنگر اون لگ، یعنی آخرین مقاومت یا حمایت اون لگ، حالا صعودی یا نزولی، منطقه 236 هستش. درسته؟ یعنی 236 این ناحیه. براتون دقیق اینجا بندازم، منطقه 59 تا 62 منطقه هستش که دیگه آخرین نبض بازار، آخرین مقاومت بازار اینجا هستش. یعنی این ناحیه بریک بشه میتونه این روند نزولیش کامل پس بگیره. درسته؟ یک نفوذی بهش داشتیم و ریجکشن قوی نداشتیم، ولی همچنان الان زیرش داره حرکت میکنه. نفوذش همچنان زیاد نبوده مثلا این شکلی حرکت بکنه، یه حرکت پامپی بزنه و یک حرکت ریزشی پشت بندش داشته باشه. طی سلسله کندل های مثلا 4-5 ساعت اینجا رنج شده و مجدد زیرش حرکت کرده. ببینید قدرت زیرش بوده و جلوی این حرکت صعودی قوی هم تونسته بگیره. اوکی، پس همینجا ما متوجه میشیم قیمت برای بالا رفتن بیشترش میتونه، باید، البته میتونه که نه، من اینو درستش بکنم. اینجا من چارت دیگه شو دارم. برای بالا رفتنش میتونه منطقه 57-60 رو بزنه. این اتفاق بیفته حرکت پامپیش میتونه اتفاق بیفته. بچه ما میرم تو تایم فریم 15 دقیقه. اوکی، تو این تایم فریم چرخش آخر سقف ها رو ببینید اینجا. اگر به هم متصل بکنیم یه ناحیه داینامیک دیگه ای هم به وجود میاد برای ما. یعنی چی؟ یعنی اگر قیمت بیاد و این ناحیه مقاومتی سقف که 57 تا 60 بود رو بریک بکنه، حرکت خواهد داشت تا منطقه 74-75. یعنی چی؟ یعنی قیمت نمیاد به اینجا زیاد واکنشی بده، یعنی رو 65-66 نمیاد واکنش بده و میاد به این ناحیه واکنش میده. یعنی تا این ناحیه فشردگی بالا 74-75 میتونه حرکت داشته باشه. پس پوزیشن بای ما بالای این ناحیه میشه و روی مثلا منطقه های 60 59 60 به حساب 53 54 میتونیم واردش بشیم
و تارگت رو بذاریم برای محدوده 74 75. اوکی. حالا در رابطه با ریزش بازار، آقا اونجا چه اتفاقی بود؟ ببینید تو تایم فریم 15 دقیقه ما یک حرکت صعودی که اینجا ببینید با حرکت صعودی معنادار باشید. چرا؟ چون قیمت ببینید اینجا که یک حرکت ریزشی اتفاق افتاده، از اینجا استارت زده و کل این حرکت رو پس گرفته، کلش. این استارتش از کجا بوده؟ از اینجا. و معنادار هم هستش، چرا که کل لگ نزولیشو در بر گرفته. این فیبو رو که رسم میکنیم، آخرین سنگر صعود حمایت آخر کجا میشه؟ چه منطقه 309 و 306. اوکی. حالا یک منطقه 50% داره که من اینو ترکیبش بکنم با ایچیموکو. ببینید اینجا دقیقا فلت ایچیموکو رو داشتیم، فلت تنکنسن جونسن رو داشتیم و اینجا موماس شدن، پامپ و قیمت رو اینجا داشتیم میدیدیم. این دقیقا منطقه حمایت آخر بازار هستش، حمایت آخر که قیمت اومده بهش واکنش نشون داده، یه مقدار رفته بالا و الان مجدد در حال رسیدن بهش هستش. خب منطقه حمایتی 32 و 29 و 13 یه منطقه سی پی پی. این ناحیه بیاد بریک بشه، یعنی من مثلا فرض مثال میگیرم که اینجا اومده بریک شد، ما اول اینجا دنبال پوزیشن بای به عنوان اسکلپ هستیم. چرا اسکلپ؟ چرا مثل این بالا نمیگیم میتونه بالاتر بره؟ اینجا بچه‌ها به خاطر اینکه اول ویدیو هم گفتیم، به خاطر کف و سقف‌هایی که فاصله‌شون مسافتشون کمتر شده، پتانسیل اصلاح بازار زیاده. حالا وقتی قیمت به این ناحیه حمایتی مجدد برسه و داخلش نفوذ بکنه، این منطقه حمایتی استاتیک و داینامیکو داره، این خط روند کفش هم داره. بریک شدن اینجا ریزشو داره برای ما، یعنی اولین پوزیشن مد نظر ما اسکلپ بای هستش، ولی باید واکنشش سریع باشه، اینو بخوایم فعال بکنیم. در غیر این صورت اصلی ترین پوزیشن روز ما این منطقه سل هستش و تارگت اول 19 و تا سنگر آخر روند صعودیش میتونه حرکت داشته باشه. این منطقه 200 پی پی رو میتونه تاچ بکنه. چرا آقا اینجا؟ چون منطقه استاتیک و داینامیک رو بریک بکنه، میتونه استارت فروشنده ها باشه، یعنی قدرت فروشنده ها اینجا خیلی میتونه بیشتر بشه و ریزش قطعی هستش. پس پتانسیل ریزش زیر این ناحیه وجود داره برای ما و سل اصلی ما اینجاست. شکست شدن منطقه 350 به راحتی قیمت رو به 290 میرسونه. اوکی. پس پتانسیل حرکت ریزشی به این صورت که دقیقا هم تا ابتدای فلت ابرکوما حرکت خواهیم داشت. بخواد به سمت بالا هم حرکت بکنه، چون اینجا منطقه برزخه. خب منطقه برزخ هست و زیاد دنبال پوزیشن خاصی اینجا نباشید. شکسته شدن سقف های تنکنسن جونسن و ابرکومامون به معنی بای هم میتونه اینجا باشه. دقیقا هم این با تحلیلمون یکی هستش. پس پتانسیل رفتن به سمت بالا و گرفتن پوزیشن بای به این صورت هست، گرفتن پوزیشن سلمون هم به این صورته و این وسط اگه ما بخوایم یه پوزیشن بای اسکلپ داشته باشیم بچه، تو همین ناحیه 32-29 هستش، ولی با دقت بکنیم که حرکتش دقیقا مثل اینجا باشه، یعنی بیاد بهش بخوره شادو بشه و طی 2 تا کندل آینده هر سمت بالا حرکت بکنه. اون موقع است که پوزیشن بای ما فعال میشه و تا منطقه 40 میتونه حرکت داشته باشه. این از این. نکته آخرم که بخوام به عنوان جمع‌بندی بهتون بگم بچه‌ها، توی تایم فریم 1 ساعته RSI ما واگرایی منفی نداره. یعنی چی؟ آقا این مگه واگرایی منفی نیست؟ میگیم بله هست، ضعیفم بوده، ولی به خاطر زدن این پیوت اینجا به نسبت گذشتهش تخلیه شده، پس هیچ واگرایی منفی دیگه ما نداریم و تو RSI اصلا واگرایی فعلا نداریم. و ببینید دقیقا در تایم فریم 1 ساعت هم توی ناحیه حمایتی استاتیک ما ایچیموکو هم داریم و پوزیشن ها رو به این صورت توضیح دادیم. امیدوارم امروز بهتر کنیم. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدارتون باشه.